یه زنی آمد پیش شبلی گفتش که من شوهرم میخواد بره زن دیگه بگیره و شما نصیحتش کنید که نگید. قول من که نصیحت بکنم اگر امکاناتش داره و شرایطش رو احتراز میکنه و اینها در شهر بهش اجازه دادن، من چطور میتونم دست ندم؟ خب بله، ولی اگر تو من اجازه داشتم که جمالم بهتون نشون بدم و زیبایی هام رو بهتون نشون بدم، حق میدادی به من که نباید به زن دیگه بگیری. شبلی بیهوش. بعد که به هوشش آوردن گفتم مگه تو چی فهمیدی؟ گفت چی، این زن که یه مختصر جمالی داره که 4 روز دیگه هم نداره، میگه که من به خاطر این جمالی که دارم تا هم نداری به کسی دیگه نگاه بکنی و ما چطور میخوایم با اون جمال مطلق 50 تا زن بچه دیگه و 50 تا تعلق خاطر و اهل و عیال دیگه هم داشته باشیم، 1000 چیز دیگه هم نگاه بکنیم. گفته به غیر از من نباید نگاه بکنیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین.